آرسنال مقابل رئال مادرید، جایی که عجیب ترین اتفاقات تاریخ فوتبال توش افتاد. اصلا آخه یعنی چی؟ اگه به شما میگفتن 10 تا باشگاه نام ببر که ممکنه رئال رو به چالش بکشن، اونم توی لیگ قهرمانان، آرسنال جزو 50 انتخاب اول شما هم نمیتونست باشه. منطقی هم بود البته که آرسنال رو حتی در رده 50 قرار ندیم وقتی باشگاهی در تاریخ 138 ساله خودش افتخارات اروپاییش عملاً با شمس آذر برابری میکنه، نباید پر افتخارترین تیم لیگ قهرمانان رو اینجوری اسیر کنه. حالا مربی اون تیم پر افتخارم کمی دچار کهولت سن شده و مغزش کار نمیکنه تو این بازی. مثالش هم جاییه که آقای آنچلوتی برداشت داوید آلابا که عملاً 2 فصل مصدوم هست رو فیکس کرده. بعد حالا کجا گذاشته بودش؟ دفاع چپ. آخرین باری که این بنده خدا و دفاع چپ دیدیم فیفا 19 بود. از چپ که بگذریم میرسیم سمت راست زمین، جایی که برای دفاع راست والورده انتخاب شده بود که اونم پست تخصصیش اصلا این نیست، ولی خب بازم این تصمیم عاقلانه تر بود. شاید بپرسید چرا؟ شما هم اگه بهتون حق انتخاب بین واسکز و هر موجود جنبنده‌ای توی کره زمین، حتی این چیز گردای توی فیلم‌های وسترن بدن، 100% مورد دوم انتخاب میکنید. یعنی اگه کارلتو امباپه رو هم میذاشت دفاع راست نباید تعجب میکردید. اما نیمه اول این سیرک چجوری گذشت؟ اول بازی نسبتاً دست آرسنال بود و دقیقه 6 آرسنال 2 تا کورنر زد که روی یکی از این کورنرها سالیبا جلوی گل خودشون رو گرفت که اگه نمیگرفت رئال همون 6 دقیقه اول آبرو شرفش میرفت. در ادامه شوت آقای پارتی زد که کورتوا گرفت و یه موقعیت دیگه هم داشتن که رایس با سرش زد، البته که نه با سرش چرت و پرت نگو مرتی که. آره خلاصه کورتوا این توپ هم گرفت که البته کامل نگرفت و در برگشت مارتینلی اومد کارو تموم کنه که کورتوا به یاد پرایمش جلوی لیورپول این توپ رو هم گرفت و در اون یکی سمت ماجرا لاک پشت 2 تا موقعیت داشت و تبدیلشون کرد به حسرت که البته یکیش هم آفساید بود. در نیمه دوم آنجلوتی ابروها رو نداد بالا و میخواست بازیکناش برای یک بار هم که شده شعورشون برسه و خودشون یه کاری کنن. اوایل نیمه دوم آقای لاک پشت بازم موقعیت رو رید و توپ رو کوبید به تور کنار دروازه. داداش در جریانی که تور توی دروازه جاییه که باید توپ رو بفرستی؟ توی این بازی همش میگفتن رئال باید مراقب کورنرهای آرسنال باشه، اونا توی کورنر خیلی خوبن و اینا، ولی آرسنال پلنش این بود که جور دیگه ای رئال رو انگوش بنماید. دقیقه 58 روح روبرتو کارلوس در جناب برنج دمیده شد و یه جوری کات داد به توپ که یعنی شما با استفاده از باگ‌های فیفا هم نمیتونی یه همچین حرکتی بزنی. بعد از گل اول آرسنال یه موقعیت دیگه هم داشت که 3 بار شوت کردن و دوباره کورتوا گرفت که یه بار هم از روی خط در آوردن و قشنگ این صحنه مصداق بارز توجیه علی پروینی شدنه. دوباره کورنر برای آرسنال، دوباره دکلان رایس و دوباره گل که نه البته یه بار دیگه توپ رو از روی خط در آوردن و رایس گفت اوکی برمیگردیم به سوراخ قبلی و دقیقه 70 این بار از فاصله دورتر یه کاشته بی‌موسی زد و بازی رو 2-0 کرد. یعنی قشنگ بیکهام و روبرتو کارلوس و مسی و رونالدو و هر چی کاشته زن خدا توی فوتبال هست توی این بازی رایس بودن. و موضوع جایی جالب میشه که متوجه بشید رایس عزیز توی کل کریر فوتبالش تا حالا یک کاشته هم گل نکرده بوده، ولی فقط امشب اومده بود تا رئال رو انگولک کنه. آرسنالی که قشنگ قهرمان فصل پیش چمپیونز لیگ و همچنین پر افتخارترین و نماد این مسابقات گوشه رینگ گیر انداخته بود، 5 دقیقه بعد یعنی دقیقه 75 یه گل دیگه هم توسط میکل مرینو زد تا 3-0 جلو بیفته. یعنی شما ببین چقدر حال رئال خراب بوده که از هافک دفاعی آرسنال که به خاطر نبود مهاجم داشت نوک بازی میکرد گل میخوره. بعد شما اینو هم در نظر بگیر که فقط 3 بار توپ از روی خط دروازه رئال برگشته، کورتوا 6 تا سیو داشته، وگرنه یه نتیجه رقم میخورد که 8-2 که رئالیا باهاش شوخی میکنن تبدیل به یک نتیجه کاملا نرمال میشد و رئالیا تا 2 ماه نباید از خونه میزدن بیرون. البته که به نظرم شما اگه توی چمپیونز لیگ که باطلاق خودت 3 تا از آرسنال بخوری خودش 10 روز محو شدن لازم داره. فکر کردید همینجا تموم میشه؟ نه خیر، میریم برای بازی برگشت رئال مادرید و آرسنال. رئال مادرید اومده بود دوباره قدرت برنابئو رو نشون بده، اومده بود باز هم نشون بده که کامبک زدن توی خونشه، اومده بودن که به همگان ثابت کنن که هر کاری از دستشون برمیاد.
زارت. یعنی اینا که توی بازی رفت 3 تا خورده بودن، محض رضای خدا توی همون نیمه اول هم حرکتی نزدن. همین بس که ایکس جی رئال در نیمه اول 11 صدم بود. یعنی مهاجمای رئال دم محوطه آرسنال میگوزیدن، بازم ایکس جیشون باید بالاتر می بود. حتی یه شوت توی چارچوب هم نداشتن توی این نیمه. حتی اون مرتیکه راموس نما هم یه پنالتی تقدیم آرسنال کرد. یعنی من پیدا کنم اولین نفری که به تو دلغک زاده گفت راموسو، تنها وجه اشتراک تو با راموس اینه که هر دوتاتون اسمتون ر داره. یه صحبتی هم دارم با آقای ساکا که دقیقاً زمانی که میتونست پنالتی رو گل کنه و کار رو توی همون نیمه اول تموم کنه تصمیم گرفت بشاشه تو موقعیت. من نمیفهمم انگلیسی خود تو زیدانی آخه که چیپ میزنی، پیرلویی، تو حتی علی کریمی هم نیستی مرتی که چه وقت چیپ زدن بود آخه. بعد از پنالتی آرسنال که داور یه لحظه احساس کرد که شاید سر پنالتی آرسنال جقی بازی در آورده باشه و به اشتباه پنالتی گرفته باشه، تصمیم گرفت تا یه پنالتی هم برای رئال بگیره که خب رفیقاش توی اتاق وی ای آر گفتن داداش یه دور دیگه بیا نگاه بنداز. یعنی اومد ریدن قبلیشو جبران کنه، دوباره رید. دیگه نیمه اول اتفاق خاصی نیفتاد و تموم شد و رفت. میریم برای نیمه دوم که توی دقیقه 60 اینا آقای کارلتو تصمیم گرفت تعویض‌های هجومی بکنه تا تیمش بره برای گل زدن. آقای فران گارسیا رو آورد توی زمین که لازمه یه نکته در مورد آقای گارسیا بگم. ایشون مدتی پیش با دوست دخترشون کات کردن. به نظر شما رفته با کی؟ یه مدل خوش‌هیکل؟ نه. یه دافع اسمی؟ نه. یه دافع اسمی که مدلم هست؟ نه. رفته با مامان دوست دختر سابقش. یعنی آقای فران گارسیا تو دیگه خیلی لاشی هستی. ببین یعنی قشنگ شیطان در اعماق جهنم خودش ریخ پشماش موند از این حرکته. بعد خدایی قیافش هم ببینی فکر میکنی از این بچه درس خوناست که اون جلو میشینه، ولی نه، لاشی تر از این حرفاست. آره خلاصه زیاد پرت نشیم. یکی دیگه از تعویض‌های آقای کارلتو این بود که اندریک رو بیاره تو زمین. یعنی آنچلوتی جان خود بابای اندریک بچهش رو توی فیفا هم بازی نمیده. نمیدونم با چه امیدی آوردیش تو زمین. عکسای پلگونه‌ش رو دیدی که گفتی بیاد. اون یکی تعویض آقای کارلتو هم دنی سبایوس بود که تازه از معصومیت رها شده بود. پس مرور میکنیم. جناب آقای آنچلوتی دقیقه 61 و دقیقاً زمانی که تیمش نیاز به گل داشته، یه لاشی، یه فلج مغزی و یه فلج جسمانی رو وارد زمین کرد. شاید فکر کنید که قطعاً این تعویض‌ها جواب نداده. باید بگم که درست فکر میکنید. در حدی جواب نداد که 4 دقیقه بعد از این تعویض‌ها آرسنال گل اول بازی رو زد توسط آقای ساکا. چیپ هم زد به آقای کورتوا. یعنی قشنگ از همون اول بازی هدفش این بود که بیاد یه چیپ فرو کنه به کورتوا. نمیکرد تا صبح مینشست داخل محوطه برنابو تا یکی بزنه. البته این گل آرسنال طولی نکشید و 2 دقیقه بعد سر ریدمان مغزی جناب سالیبا رئال یکی از گل‌های خورده رو جبران کرد. بعد دهن سرویسا یه جوری خوشحالی می‌کردن انگار 4-1 از آرسنال جلوان. لاشی تو فقط باید 3 تا دیگه بزنی تا تازه بازی بره وقتای اضافه. جوگیر شدن رئالیا همانا، این که دیگه هیچ غلطی نکردن در بازی هم همانا. یعنی اینقدر هیچ غلطی نکردن که دقیقه 93 مارتینلی تصمیم گرفت یه استارت بزنه و نمیفهمم لاشی توی پات چی بود که بعد از 93 دقیقه بازی بازم جون استارت زدن داشتی. دیگه در نهایت هم موفق شد که گل دوم رو بزنه و رئال رو ببره و آقای لاشی اعظم یعنی گارسیا هم سر این صحنه عین بز اینو نگاه میکرد که از جلوش رد میشه و میره گلو میزنه. مشتی لاشی که هستی حداقل درست بازی میکردی. این چی بود آخه؟ آره خلاصه سهم رئالیا هم از ریمونتادا و کامبک و اینا موزی بیش نبود و آرسنال موفق شد بعد 19 سال بازم رئال رو توی خونش ببره. و حالا ما آرسنال رو زیاد مسخره میکنیم ولی همین آرسنال توی تاریخش تا حالا از رئال نباخته. حتی تا قبل این بازی هم کلا گلی نخورده بودن از رئال. در واقع اونایی که مسخره هستن ماییم، نه این آرسنال بنده خدا.